آیه دکتر بزن بهادر، شاعر به زبون بی زبونی میگه زندگی کردن من مردن تدریجی بود، هرچه جان کند تنم عمر حسابش کردم. آخرش من نفهمیدم تو دوست عزیز و جونجونی من 150 کیلو دو ضرب نمیزنه که میزنه، تازه اونم بدون دوپینگ، هر کی که میخواد بیاد آزمایش کنه. رو کورنری که خودش میزنه هد نمیزنه که میزنه، کمر شکن و با بار میلیگت تو پیچ و پیچای هراز دنده عقب تو تاریکی 30 کیلومتر بالا نمیبره که میبره. دستی رو میکشه بالا، سویچ رو تحویل میده. آقای دکتر، تو چه دکتری هستی که نمیتونی این درد منو علاج که سهله تسکین بدی؟ این وضع من حالا همش نگرانم که چی بر سر مقام عظما میاد. آیه دکتر با این طبابت استراتژیک تو درد خودتو بچسب. نمیخواد نگران مقام عظما باشی. چه حرفای گنده گنده. او که مثل تو نیست که پشتش به یه سلسله جبال استراتژیکی بنده. اونش با من. وضع تو خرابه. من برای مقام عظما راهنمودای استراتژیکی و تاکتیکی فراوون دارم، حتی فراوون. به ایشون همیشه گفتم، خودم بهش گفتم که آقا محمود بیا بکن رئیس جمهور. خودم بهش گفتم که میخشو تو منطقه، تو عراق مخصوصا بکوبه محکم. خودم بهش گفتم که اتمی رو چارچنگولی بچسب ول نکن. با 1000 تا راهنمود دیگه همین دیشب خدمت ایشون بودم. در آخرین مجموعه راهنمودهای استراتژیکی خدمت ایشون عرض کردم، گفتم که وضعیت خیلی بحرانیه مقام عظما، اوضاع از هم پکیده. اگه میتونین یه فکری به حال خودتون بکنین. آی دکتر، حرفی که زدین دردش برای من مثل درد عمل جراحی سنگین بدون بیهوشی بود. احساس میکنم زهورم در رفته، احساس میکنم بدبخت شدم و ذلیل و در به در شدم. نه خیر، اختیار داری. شما کجا تو بدبخت شده؟ تو هنوز بدبخت نشدی. بدبخت نمیدونی چیه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن، بزن بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که قبیله آدمخورا دنبال یه شوتی کردن، گیرش انداختن، دورش رو گرفتن، شوتم مستاصل شده بود، رو کرد با آسمو، گفت خدایا بدبخت شدم. همون وسط یه ندایی شنید که بهش میگه که بنده من نترس، بدبخت نشدی، جلو پاتو نگاه کن، یه سنگ میبینی، سنگو بردار بزن تو سر رئیس قبیله. این طرف هم سری سنگو برداشت، نگاه کرد، رئیس قبیله رو پیدا کرد، زد تو کله رئیس قبیله. طرف دراز به دراز افتاد. چه اتفاقی بعدش افتاد؟ آدمخورا با نیزه حمله کردن دنبال شوته. دوباره همون صدای اومد، گفت بنده من الان دیگه بدبخت شدی. روشن شد یا آویزونت کنم از نیزه تا بفهمید بدبختی یعنی چی؟ روشن شد آیه دکتر بزن بهادر، خیلی روشن شد. آیه دکتر بزن بهادر، چند تا نامه از مسئولین مختلف نظام داریم که من همه رو خوندم و سرجم کردم، توش یه سوال در اومد. همه دوچار این مشکل شدن که با توجه به موج تغییر که راه افتاده و الان به سوریه و عراق هم رسیده، اولا وضع نظام ما چی میشه با توجه به اینکه روز یکشنبه هم روز کارگره. ثانیاً بهتر نیست ما خودمون پیش دستی بکنیم و بشار اسد و نوری مالکی رو بیاریم وردست مقام عظما که شاید یک کمکی برای ایشون باشن، در ضمن خودشون هم طوریشون نشه. بریم اتاق بغلی، توی اون اتاق استراتژی اینو سمعی و بصری روی نقشه و کره زمین بهمون بیشین بابا، مگه میکنی پاشیم تا اونجا بریم؟ اتاق استراتژی اتاقی که من توش باشم. نقشه پخشه رو ولش کن، خودم برات همینجا سمعی و بصری نشون میدم. بهت بگم که مرحوم ابوی همیشه میفرمودن، بذار بهادر عرض میکردم بله، میفرمودن که شوتر رفت پیش دکتر، گفت آی دکتر من هر شب سرما میخورم، چون تو خواب غلط میزنم، از رخت خواب میافتم بیرون. دکتره بهش گفتش که از امشب یه کنار رخت خواب بخواب که وقتی غلط زدی تازه بری زیر لحاف. تو اینا رو من داری بیاد اینجا که مسئله رو منحرف کنی بریم طرفی؟ تو چه شوتی هستی؟ با تشکر از توضیحاتتون. وقتی ابر استراتژیکی شما میباره دیگه براش مهم نیست که کجا میریزه، تو سبززار یا شوره‌زار. شرمنده اخلاقت. میدونستم وقتی اون محبت استراتژیکیتون گل میکنه همه میتونن بو کنن. شرمنده تام، همه اینایی که گفتی
قطره بود از دریای وجود استراتژیکی ما. اما خودتی که فکر میکنی با این حرفا میتونی منو گول بزنی. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که کلاغه رو درخت نشسته بود داشت ساندویچ میخورد. یه روباه اومد پایین درخت گفت به 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 چه سری، چه دمی، عجب تریپ قشنگی، مشکی رنگ عشق، رنگ متالیک مشکی تو منو کشته، یه آواز بخون صفا کنی. کلاغه ساندویچ در آورد گذاشت زیر بغلش محکم گرفت گفت برو ابوجو من بچه عبدالعظیمم، از این حرفا برای من نزن. آیه دکتر من واقعا کلافه شدم، تعریف میکنم یه جور، تعریف نمیکنم یه جور. بالاخره نیشو به من یا به مقام عظما میزنی. من میتونم از حق مقام عظما بگذارم چون هرچی باشه تو بیشتر از من با او نشست و برخاست داری. حتما هرچی میگی یه واقعیتی توشه. از حق خودم هم کوتاه میام که بهم گفتی روبا، ولی از این که به خودت گفتی کلاغ کوتاه نمیام. آیه دکتر خودتی با 7 جد آباده، من کی به خودم گفتم کلاغ؟ پس منظورت مقام عظما بود که کلاغه؟ چرا تو مسائل خصوصی ایشون دخالت میکنی؟ ذلیل گیر آوردی، نه کسی که هرچی از دهنت در میاد بشنگی. خب میرم من هرچی از دهنت در من بهشون گفتم، هرچی در من تو بهشون گفتی.